روز 8 می در مسکو باشندگان خوابگاه رقم 1 در کوچه پخوتنی را زیر کرانتین گرفتند. اطراف بنا را نیروهای پلیس نظارت می‌کردند تا کسی از آنجا نگریزد. برخی از استقامت کنندگان بنا به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. آنها را به شفاخانه بردند و دیگران را در داخل بنا محکم کردند. در این بنا 30 مهاجر زندگی می‌کند. آنها اکثریت از کشورهای آسیای مرکزی آمدند ولی در بینشان روس‌ها نیز هستند. مهاجران نخواستند که با خبرنگاران نسته شوریم صحبت کنند. خبرنگاران توانستند با اناتولی، یک شهروند روسیه که همراه با مهاجران دیگر در این بنا حالا به کرانتین گرفته شده است، تماس بگیرند. تمام محصولات خوراکواری من پس از 4-5 روز تمام شد. من چند روز گرسنه ماندم. بعداً در فکر راه‌های پیدا کردن خوراکواری شدم. رقم تلفن والنتیرها را پیدا کردم و آنها ما را به خوراک تأمین کردند. اناتولی در ساختمان ها کار میکرد. او میگوید از بستن بنا قبلا آنها را کسی آگاه نکرده بود. او تصور هم نمیکرد که یک باره 1 ماه نمیتواند از خوابگاه بیرون رود. آنها را تا 31 می در بنا محکم کردند. مواد غذایی که برای چند روز خریده بودند کیها تمام شده است. بعداً مشکل دیگری پیش آمد. کماندانت خوابگاه از مهاجران بند شده پول کت خواب را طلب کرد، چون مهلت پرداخت قبلی آنها گذشته بود. ولی اناتولی دیگر با خود پول نداشت و با سبب‌های معلوم از در خوابگاه بیرون رفتن نمی‌توانست. در حالی که مأموریت خوابگاه در فکر این مشکل مهاجران بود، اناتولی به نزدیکانش در شهر آمسک زنگ زد و آنها برایش یک مقدار مبلغ فرستادند. ولی حالا اناتولی نمی‌داند که این مبلغ را چگونه پس می‌گرداند. وی از آن نگران است که پس از 1 ماه حاضر نشدن به کار او را اخراج می‌کنند. یگان سندی هم برای اینکه در کرانتین قرار داشت به او دادن نشده است. حقوقشناسان مرکز اگار میگویند این یک نوع قانون شکنی از طرف مقامات مسکو است. چرا آنها تشخیص تست برای کرونا ویروس نگرفتند؟ آدمان را البته ممکن است که با یگان شیوه دور از جامعه در انزوا نگه داشت، ولی این همه باید 100% در دایره قانون باشد. ولی طبق قانون یک بار آدمان را گرفته یک جا بستن و اجازه حرکت ندادن منع است. اناتولی تا حال با هر راه توانست که مشکلات خود را در مورد تأمینات با خوراک و جای خواب حل کند. اکنون او باید تلاش کند که جای کارش را حفظ نماید و در نزد کارفرما اثبات کند که او کارگریز نیست و غیر خواهش خود 1 ماه کار نکرده است.